سلام احترام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر جای دنیا باشین خوش و آرام باشین. بازم من فروزان هاشمی از کالیفرنیا خواستم که با یک دوست همکار عزیزم لایف داشته باشیم که منتظرشان هستم بخیر بیان و یک خبر مهمه که در این اواخر در چند روز آخر در بزنس ما هست و بر ما روزان جان سلام احترامات. سلام رولا جان، خوب هستین؟ صحتان خوب؟ سلامت باشین، زنده باشین. شما خوب هستین؟ چی حال احوال؟ فضل خدا، زنده باشین. تشکر. شما چطور هستین؟ خوب؟ شکر، باز بخیر سلامت گذشت. باشین. بخیر باشین، زنده من باشین. سلام علیکم برای دوستان میکنیم، معرفی میکنی که با شروع کنیم. حتما سلام مجدد خدمت خود فروزان عزیز و عزیزایی که ما رو تشکر. بیننده هستن یا بازپخش لایف ما رو بینن. رولا مامزاده هستم، در کشور فرانسه زندگی میکنیم و امروز با یک خبر مهم و خوب برای عزیزایی که میخواین بزنس ها شروع بکنن قرار داریم. تشکر، زنده باشی. بله، همین رقم که گفتی رولا جان، خب میبینیم دیگه که نرخ داورم در تمام دنیا روز به روز بالاش نمیره. ده. متاسفانه کسایی که کارمندی دارن، که من هم یکی از آدم ها هستم که روز 9 to 5 کار دارم، ماشا چیز تغییر نمیکنه، هیچ چیز بالا نمیشه. همون نرخ ثابته که از چند سال پیش بود هنوز هم هست که من فعلا 9 to 5 کار میکنم. اینقدر نرخ بالا رفته، هر کسی که میایه پرایس یک چیزی که برش میگیم که اینقدر میگه، او شاک میبینه که چرا قدر زیادش میگم یا کل سو کل چیز هم تو بالا رفته، تنهایی نیست دیگه. بزنس ما هم ما میخوایم که از زبان خودت رولا جان کل دوستا بشنون که به چه اندازه و چقدر بالا رفته قیمتا دقیقا یا فروزان میره. جان، بله دقیقا قسم که خود اشاره کردی و ما میفهمیم پیش از اینکه خبر مهم برای دوستا بگویم. خب ما هم که در اروپا هستیم شاهد این تورم ها هستیم در نقاط مختلف اروپا و در بخش مهم زندگی، از قبیل خوراک اگر بگیریم یا مواد اولیه است یا مسئله تیل می باشه یا یک جای ما سفر میکنیم قیمت تکت ها، اینا واقعا تاثیر گذاشته، مخصوصا در این شرایط تابستان که مگه میخواد سفر داشته باشه. و همین بزنس ما و شما سرمایه گذاریش مستثنا از این موارد نیست، مخصوصا در آمریکا که آقای ترامپ خب یک کارهای روی دست گرفته به خاطر افزایش طرفها. خب بزنس که ما درش فعالیت داریم دوستان عزیز، قرار است که از اول ماه اگست در کشور آمریکا که فروزان جان زندگی میکنن در اونجا به مقدار یا به ارزش 25% افزایش پیدا کنند. این سرمایه گذاری که شما انجام میکنید. و در کشورهای اروپایی به شمول کانادا قرار است تا سقف 13% افزایش پیدا بکنه. مخصوصا در آمریکا اجزایی که هستین، من براتون مشوره میکنم که عاجل همراه فروزان جان برتباط شوین اگر واقعا جویای شروع کردن بزنستان هستین، به خاطر از اینکه 25% واقعا یکی از 4 سرمایه گذاری که فعلا شما میکنین میباشه، یعنی بسیار زیاد است. یا 10,000 سرمایه گذاری کنین 2,500 بالا میره دیگه. بهتر است که شما اقدام بکنین. نگفته نمانه که این افزایش قیمت ها یا سرمایه گذاری برای ما یا برای فروزان جان برای صدها هزار نفر که در این بزنس هست خوب واقع میشه، چون کمیسیون های ما بلند میره، درآمدی که ما داریم این بلند میره. ولی برای کسی که میخواد ماه اگست شروع کنه، این از اول ماه اگست شروع کنه، برای از یک خورده خوب اونقدر خوب واقع نمیشه. منتها اگر شما امروز شروع میکنین برای ماه اگست برای شما بسیار خوب میشه، چون شما معمول یک درآمدی کمیسیون که دریافت میکنین بالاتر میشه، ورزش هم وقت محاسبه میشه. به هر حال دوستای عزیز، خب کوشش کنین که عجله کنین، به خاطر از اینکه دوستای هستن که پرسان میکنن، پیام ارسال میکنن، راجستر میکنن و خب به مرحله آزمایشی هستن و اینا کوشش کنن که وقت رو از دست ندن. و دقیقاً رولا جان بسیار نکته مهم خوب است که بر دوستا باید اشاره بکنیم، مخصوصا برای کسایی که اسم ایمیل خود بر ما دادن و در جریان هستن سوال جواب میکنن. اونا باید اگر دوست دارن که شروع بکنن، واقعا جدی هستن، میخوان که آرامش خاطر داشته باشن، بیاین امیال تا که دیده شده شروع کنن بزنس خدا و از این مزیتایی که ما مستفید هستیم اونا هم مستفید شون. فقط در آخر فروزان جان هم خبر بدید بر دوستا که شما امروز از تاریخ 17 فکر میکنم فروزان جان اگه اشتباه نکنم
شما 13 روز فرصت دارین به خاطر از اینکه بخواین بزنس تانه با یک مبلغ سرمایه گذاری که به نفعتان است فعلا شروع کنین. وگرنه از اول اگست به اون طرف براتون یک خورده قیمت ها بلند میرم و شما ناگزیر هستین که با قیمت پایینتر شروع کنین به خاطر از اینکه بودجه اگر زیادتر نداشته باشین. دوستای عزیز کوشش کنین که امروز شروع کنین و این بزنس را من همیشه میگم برای 1 سال 2 سالتون فکر نکنین، برای 5 سال آینده تان شما مد نظر بگیرین. و کسایی که امروز کارمند هستن یا در جای خودشان کار میکنن این بزنس را به عنوان پلن بی برای خود شروع کردن و با مدت 2 سال 3 سال بالاش کار کرده حتی تونسته که کار اول خود رها کنه، همین بزنس را به عنوان درآمد یا منبع اول درآمدش پیش ببره. دوستای عزیز هیچ کس دست ما رو نمیگیره تا اینکه خود ما اقدام برای ساختن خود نکنیم. دیگه وقت خوش برای همگی آرزو میکنم. تشکر از شما فروز جان. تشکر الله جان، زنده باشین. من هم به دوستان توصیه میکنم که همیشه بگم قدم اول بهترین قدم و سخت‌ترین قدم است. لطفاً خودتان دقیق بیاندیشین، فکر کنین که آیا دوست دارین که یک درآمد جانبی داشته باشین، آیا دوست دارین که سالهای سال برای کسی کار نکنین و زودتر بتانین که به مو زندگی که شما قابلش هستین داشته باشین. خوش برای شما و برای تمام دوستایی که بیننده هستن ما را تمنا دارم. خدا سلامت باشین و خوب خوش براتون میخوام. روزتون بخیر. خداحافظ تا دیدار بعد.